دنا بالاخره اسپیدار شد. این دنای جوانان هست، ماشینی که سعی میکنه از استانداردهای 85 گانه هم تبعیت کنه. سنسور TPMS بهش اضافه شده و الان داره از موتوری استفاده میکنه که 160 اسب بخار قدرت و 240 نیوتن متر گشتاور پیدا کنه. این موتور EFP نسبت به موتور EF7 کاملا تغییر کرده. توربوشارژ، میرلنگ، شاتونش، همه چیش تغییر کرده، ولی از نظر ظاهری تفاوت خاصی با نسخه های دیگه